لحظه بازی با سوت داور شروع میشه. داوران هم به موقع خدمت شما عرض خواهم کرد اولین حمله در اختیار تیم هند هست. اولین امتیاز رو هندی‌ها میگیرن. پاکستان شماره 1 از تیم پاکستان ارشد محمد عثمان، بازیکن خوش استیلی است، دست و پایی کشیده و قد و قواره خیلی خوب. یک لحظه بازیکن هند اومد که دفاع کنه ولی از کمن دفاعیش در رفت. یک فدراسیون جهانی، رئیس فدراسیون جهانی کبدی از هندوستان هست، در کل کنفدراسیون کبدی از پاکستان هست. بالاخره اینها هم برای خودشون قدرت‌هایی هستن. دو تا تیمشون در زمین حضور دارن. خوب میرسونه بازیکن هند خودشو به میانیز. این استاد هستن در این کار. 3 امتیاز، 1 امتیاز بوینس و 2 امتیاز هم که میگیره. دو بازیکن و 2 دقیقه و 30 ثانیه از نیمه اول سپری شده. حساب کار 4-1 هست به نفع تیم هندوستان از دومین دوره مسابقات کبدی جوانان جهان. از سالن قدیر شهر ارومیه دفاع میکنن، به خوبی هم دفاع میکنن. پاکستانیان نمیخوان از همین ابتدای کار مقابل هند کم بیارن. 4-2-1 بازم از پاکستان ارشد محمد عثمان. گفتم که این بازیکن قد و قواری خیلی خوبی داره. دفاعش میکنن، تلاش میکنه که برسه، نمیرسه. هر چی تلاش کرد اینقدر خوب گرفته بود پاشو که بقیه هم حمایتش کردن و ایزه نهیدن. اینجا هم یه دفاع از تیم پاکستان مقابله به مصر میکنن. اینجا 5 نفر رو سر مهاجم هندی خالی میشن. این چند تا بازی به خوبی همشهریان خودشون در استان ارومیه، در شهر ارومیه اومدن و حمایت کردن و اینجا دفاعی خیلی خوب تلاش میرسونه خودشون. 9 از هندوستان جای باگوان چقدر خوب رسون خودشو. ببین چند بازیکن، 2 بازیکن. بله، سروش چالاک داور هست از کشورمون که در روبروی تصویر ملاحظه فرمایید به اضافه سایر داوران تایید کردن. اینجا هم یه دفاع خیلی خوب از تیم هندوستان. هر دو تیم دارن فعلا جدی کار میکنن. هند 9-3 پیش میفته در همین ابتدای کار و هر نحو ممکنه تا زمانی که داور سود نزده اینجا سود میزنه دیگه. به محض اینکه داور سود میزنه باید یه مقدار، به اعتقاد من داورا باید به لحاظ اینکه آسیب دیده سود زودتر میزدن. حساب کار 9-5 هست به نفع هندوستان در نیمه نهایی مسابقات جوانان. بازیکن پاکستان سعی میکنه خودشو برسونه، نرسون. یک لحظه کم آورد. حرفه‌ای کار میکنن هندی ها. 1 امتیاز میگیرن. همون احمد ارشد کردن و خیالشون راحت شد چون امتیازات خوب میگرفت. اینجا یک دفاع خوب به تنهایی دفاع کرد. 9 از هندوستان و جای باگوان، بازیکنی که خیلی بازیکن آماده و خوبی. حالا از بین این دو تیم چون در حال حاضر 10-7 هست و نتیجه نزدیک هست. 1 از هندوستان در خط حمله قرار داره. مانجیت بازیکنی هست که امتیاز گرفته. بله، قبول میکنه بازیکن پاکستان که تاج شده. ردی جوانان باید زیر 75 کیلو باشه، همونطوری که در بزرگسالان. یک دفاع خیلی خوب و این رسونه خودشو. ببینیم احتمالاً 1-1 بدن، احتمالاً چون خارج از منطقه لابی بود. بله 1-1 میدن چون در منطقه لابی اینجای کار، در حالی که 12 دقیقه دیگه تا پایان نیمه اول فرصت داریم. در 2 وقت 20 دقیقه‌ای مسابقات برگزار میشه. اینجا میان در کجا دفاع میکنن؟ ببینیم کجا دفاع کردن. داوراش تصمیم میگیرن. چند بازیکن من خال واسشو میرسونه. هر دو بازیکن اول لابی خارج شدن. بعد ببینیم که داور کدوم قبول میکنن. نه، همون امتیاز لابی رو 2 امتیاز گرفتن. 2 امتیاز لونا میشن 4 امتیاز. 17-9 کار برای پاکستان یه مقدار سخت شد. 17 بازی هستیم. 10 دقیقه و 20 ثانیه تا پایان نیمه اول. 20 دقیقه اول فرصت داریم. دستشو میرسونه. چند بازیکن؟ 2 بازیکن.
2 امتیاز میدن. بله 2 بازیکن برای پاکستان. شماره 1 از پاکستان ارشد محمد عثمان، بازیکنی است که خیلی خوب این تکیه‌گاهش رو به زمین خودشون هست. به محض اینکه میبینه مدافع هندوستان به سمتش میاد یعنی آماده به فرار باشه. تا میبینه که به سمتش اومدن، ببینید اینجا بازیکن هندی همین کاری کرد. دیدی چیکار کرد؟ آماده بود. دقت بفرمایید. به محض اینکه میبینه هجوم میارن خودش رو به منطقه میانی زمین میرسونه و امتیاز میگیره. پاکستان هست شماره 6 که اسمش هست کمار رهید. امتیاز میگیره، برمیگرده راحت. امتیاز لونا هم خواهند بود در مسابقاتی که خیلی جذاب و زیبا برگزار میشه، مخصوصا در مرحله نیمه نهایی فینالش که تیم‌های قدرتمند آسیا و جهان حضور دارن. ایران، هند، پاکستان. بله ببینیم چند نفر رو. شماره 1 از هندوستان خیلی بازیکن باهوشی است. این بازیکنی که وارد زمین حریف میشه. اینجا هم دفاع خیلی خوب. اینجا هم یک دفاع خیلی خوب و همه جانبه. مهاجم وقتی وارد خارج بشن 2 امتیاز میگیره تیم هندوستان. امتیاز لونا حساب میشه. بقیه 7 بازیکن دوباره از تیم پاکستان وارد زمین خواهد شد. یک از ببینید چقدر زیبا این بازیکن، خیلی باهوش است. تیم ها باید خیلی فردا مراقب این بازیکن باشه، بیهودار با آب نزنیم، مخصوصا در حمله. وقتی میخوایم حمله در دفاع، وقتی میخوایم بازیکن دفاع کنیم باید حواسمون خیلی جمع باشه. ببینیم داورا چه تصمیم میگیرن. 25-12 است. هندوستان حاشیه امنیت رو برای خودش خرید. بله ممنونم از شما آقای فیض‌آبادی عزیز. ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق ارومیه رسیدیم. همراه میشیم با همکارانم در پخش. انشالله بعد از پخش اذان در خدمت شما عزیزان خواهیم. اهمیت داره که بازیکن آمادگی خودشون نشون میده. امتیاز هم میگیره. هم یه بوینس فقط دادن. پاش هم خورد. من احساس میکنم بله 2 امتیاز. بله دیدم پای امتیاز دیگه به تیم هند دادن. 43-14 پاکستان در مقابل هند. آبی پوشان پاکستان در سمت چپ تصویر. (44-14) هست. یه دفاع خیلی خوب با دست و پا و هر جا که میرسه بالاخره دفاع میکنن. شماره 9 هندوستان همون بازیکنی که بسیار خطرناک هم هست. بازی در مجموع به پایان میرسه، در نیمه اول به پایان میرسه. 44-15 در خدمت کمیته برگزاری مسابقات. هم خانم ها هم آقایان میتونن این بازی رو بیان در سالن رو از نزدیک تماشا کنن، هیجان بدن تا تیم ملی ما انشالله برای دومین بار قهرمان بشه. یک دفاع خیلی خوب از تیم هندوستان در نیمه دوم. هندی ها با کبدی، اصلا خود کلمه کبدی مخفف کیبودیه، یعنی یک کلمه کاملا فارسی هست. چقدر قشنگ شماره 1 عرض کردم. حتما 2 بازیکن بعد ببین. بله 2 بازیکن تاچ شدن از زمین، بعد برن بیرون. پاکستان با کادر فنی ما، مربیان ما دقیقاً این بازی رو اشتباه میکنه. هر 2 بازیکن فقط 2 بازیکن تاچ شدن. بله 2 بازیکن تاچ شدن، از زمین بیرون رفتن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگن لونا، امتیاز لونا. 2 امتیاز به تیم مقابل توضیح دادیم و بازم خواهیم داد که چه اتفاقی میفته. هر بازیکنی که تاچ میشه از زمین بیرون میره. یه امتیاز هم به تیمی که تاچ کرده اضافه میشه. اینجا چقدر خوب دفاع کردن، اصلا حواسش نبود. با این نوجوانان، جوانانی که علاقه دارن به ورزش کبدی روی بیارن در رده جوانان. ببینید چقدر قشنگ خودش رسون. این وقتی که من میگم میشه
کلاس آموزشی باشه اینجوری هست که مهاجم هند در حمله داخل تیم هند چه قشنگ مانور میده، انگار دریبل میکنه بازیکنانو، از بین 3 بازیکن عبور میکنه. تیم هند دادن 1 بازیکن دیگه از پاکستان درون زمین هست، اگه اینم بله این بازیکنم میگیرن. یه امتیاز که اینجا داد پاکستان دوباره باز 2 امتیاز لونا باید به تیم هند بدن، بنابراین فاصله اختلاف امتیازات بیشتر میشه. کنه 10 11 12 به جای 3 ایران. در نهایت رئیس فدراسیون بنگلادش انصراف داد قبل از شروع رأیگیری. آقای اورسجی رئیس فدراسیون کبدی ایران باقی مون. اینجا چقدر خوب شماره 8 خودشو میرسونه. گفتم اینا کلاس آموزشی هست برای بازیکنان و دبیرخانه دائمی کبدی آسیا در ایران. پاکستان بازی و نیمه دوم ظاهراً رها، 2 امتیاز بیشتر نگرفتن نیمه دوم و چه این اتفاق افتاد براشون. خدمتتون عرض کردم که بدنه هندی خیلی آماده تر از بازیکن پاکستان هست، بنابراین اون آمادگی بدنی که هندی‌ها دارن پاکستانی‌ها مخالفش. اونقدر اختلاف امتیاز زیاد هست که پاکستانی نتونن حرکت خاصی رو انجام بدن. 62-17 تا این لحظه 10 دقیقه از این بازی زمان باقی مونده. ما به خاطر فشردگی برنامه‌مون نمیدونیم که چقدر میتونیم در خدمت شما باشیم، ولی خب همچنان کردم که تیم پاکستان به لحاظ قدرت بدنی خیلی افت کرد. هی که از بازی سپری شد شما دیدیم که اول بازی امتیازاتشون برابر بود با تا امتیاز 11 با هندوستان، اما از اون امتیاز بعد دیگه نتونستن پا به پای هند بیان. چیزی نیست جز اینکه قدرت بدنیشون یک مقدار افت کرده. بسیار هندوستان خواهد بود تیم آماده هندوستان که اینجا با امتیازات بالایی که امتیاز پرسو میخواد بگیره بازیکن هند گرفت، بلافاصله حمله کرد. این امتیاز